این همه تلاطم هست، این همه نوسان هست، این همه اغتشاش هست، این همه ناهنجاری هست. بزرگترین کاری که شما میتونین بکنین انرژیتون رو مثبت نگه دارین، حستون رو مثبت نگه دارین. مثبت منفی به اندازه کافی هست، مثبت لازمه. یه عده باید انقدر آگاه باشن که بزرگتر از واقعیت فکر کنن و تحت تاثیر واقعیت پیرامون، جهان پیرامون قرار نگیرن. باید بتونیم، یه عده‌ای باید باشند که انقدر آگاه باشن که هر اتفاقی بیفته انرژی رو مثبت و بالا نگه دارن. تابش نور لازمه الان. به همین دلیل نباید اجازه بدیم که رویدادهای جهان پیرامون این امضای تشعشعاتی ما رو که قرار نور هدیه کنه تبدیل به مرکز تاریکی کنه. نباید بذاریم این اتفاق بیفته. مکانیزم دارن اینا هر کدوم. یه عده حداقلی باید باشن که اونا بتونن قلبشون رو باز نگه دارن، خوشحال زیست کنن. حتی اگه زیر آواری از مشکلات هستیم خودمون الان، من، شما، ما این که بگم ای بابا من خودم میدونی چقدر مشکل دارم. آره همه مشکل زیاد دارن. کی هست که مشکل نداشته باشه؟ یک نفر در سیاره زمین رو نشون بدین که این مشکل نداره، رنج نداره، رنج نکشیده، درگیری نداره، دغدغه نداره. یک انسان، یک دونه نشون بدین. نداری. منم نیستم، شما نیستین، هیچ کی